درود بینندگان عزیز، خوش برگشتید به برنامه خودتون Good Food Life. دوباره با یه غذای جدید یا یه دونه فروش‌پایزه جدید باهاتون هستیم و اسمش هم هست، این یک نوع پنیر. به اصطلاح من پنیرها رو بعضی اوقات تغییر میدم. مثلا ما اینجا پنیر فیلادلفیا داریم که از لحاظ مزه‌ای نوتراله، هیچ نوع مزه خاصی نمیده، مخصوصا این که دو پلغام، یعنی این دو بار میکس شده، خیلی به خامه نزدیکتر میشه و خیلی هم کرمیه. بعد یه دونه پنیر هست که با سیر قاطی شده. شما میتونین جای این سیر معمولی هم یک حبه استفاده بکنین. معمولا شما توی خونه توی ایران واسه سبزی خوردن از برگای تربچه هم استفاده میکنن، اما خیلی ها رو من دیدم که این برگ تربچه رو وقتی خوبه اما میندازن، متاسفانه گوارش خیلی خوبه. یه دونه به اصطلاح سالاد گرسه داریم. اینو اشتباه نکنین، امروز سینزه بدر نیست، فکر نکنین این سبزی سینزه بدره. این یه نوع سالاده. بعد شما میتونین از سالادهای معمولی استفاده بکنین. بریم این پنیر خوشمزه رو که هست پنیر تربچه اسمشه براتون درست بکنم. خیلی ساده است. ما برگا رو وقتی که شستیم و تمیز کردیم، این برگا رو چون من الان با گوشتکوب برقی روش میرم، همه اینا رو میکسا خودش اینا رو تمام خورد، یه مقداری کم قبلش اینا رو خورد میکنم. این یک بسته به اصطلاح تربچه است. بعد از اینکه اینا رو من داخل این ظرف خورد کردم، بعد به خاطر اینکه کارمون سرعت پیدا کنه، من آب یه دونه لیمو رو گرفتم، این آب رو بهش اضافه میکنم. من یه قاشق چای خوری نمکه